این انبار ناپاک را که بوی بد و غلیظ دارد چون آشخانه استفاده میبرند. در اینجا اساساً منتو میپزند که از کارتوشکا و گوشت نامعلوم آماده می شود. منتو را در میزی پاک ناشده میپیچانند و در ظرف ناشسته میپزند. این افراد یگان سند طبی که سالم بودنشان را اثبات کند ندارند. معلوم هم نیست آنها گرفتار سیل هستند یا نه. آشپزخانه در بینای کارخانه سابقی دوزندگی عمل میکند. کارمندان میگویند مشتریان زیاد دارند چون آشخانه در مرکز بازار کلانترین شهر جای گرفته است. از بس که منتوها ارزانند زود به فروش می روند. طبیبان میگویند امکانی منع سودای کوچگی را ندارند زیرا قانون در طرف تاجران است. آدمان این طعام‌ها را میخرند. این یک مسئله اجتماعی است. طبیبان از خطر غذاهای کوچگی بانگ اضطراب میزنند. با گفته آنها این خوراک‌ها را از محصولات ارزان و روغن‌های صنعی آماده می‌کنند و انسان آنها را به آسانی هضم کردن نمی‌تواند. هنگام پختن و سرخ کردن سمبوسه و پیروشکی از روغن‌های صنعی استفاده می‌برند. سازمان جهانی بهداشت در این زمینه پژوهش را درباره قرقیزستان نشر کرده است. متخصصان بعد سنجیدن 100 نامگوی محصولات غذایی به دهشت آمدند چون در طعام‌های معمولی تست تیار ترکیب‌های زیادی ضرر آور آشکار شدند. چون این ترکیب‌ها به کار دل زیان می‌رسانند. بنابر گزارش‌ها بیماری دل یکی از عامل‌های اساسی مرگ و میر در قرقیزستان است. با گفته طبیبان حتی کلچقندهای در ظاهر به آزار بنابر داشتن روغن‌های سنتتیکی می توانند باعث رشد بیماری قند شوند. در بسته‌های این شیرینی‌ها حتی مهلت استفاده و ترکیب آن ذکر نشده است. این محصولات را از مارگارین آماده می‌کنند، به آن هضم نمی‌شود. همه ساله خدمات بهداشتی ده‌ها نقطه‌های سودای کوچگی و آشخانه‌ها را در بشکک می‌بندد، اما شماره آنها کم نمی‌شود. واگیرشناسان راه حل را در بلند برداشتن مبلغ جریمه می‌دانند و در این زمینه به حکومت نیز پیشنهاد کردند.